یه عده از این سلبریتی ها هستن که وقتی صبح از خواب پا میشن قبل از هر کاری میرن جلوی آینه وای میستن و به خودشون میگن که نون رو باید به نرخ روز خورد. چند روز پیشا چند تا از همین دسته سلبریتی نماها به طور مشترک یه پست توی فضای مجازی گذاشتن که این تحریم ها ظالمانه هستند و مردم رو تحت فشار میذارن و ما از کشورهای دنیا میخوایم که در برابر این تحریم ها از ما حمایت کنند و از این حرفا که سران حکومت آخوندی شب و روز میگن. مدیونید اگه فکر کنید متن این بیانیه از طرف برادران سپاه به دستشون داده شده. البته خب راستم میگن نظام خیلی متمدنانه داشت با نصف کشورهای دنیا دشمنی میکرد و به 7-8 تا از این کشورها هم شعار مرگ بر فلان و مرگ بر بیسار میگفت که یهو نامردا به صورت ناجوان مردانه اومدن تحریممون کردن. نظام که کاری نکرده بود، فقط به صورت کاملا صلح‌آمیز داشت تو 3-4 تا از این کشورهای همسایه دخالت نظامی میکرد و به 2-3 تا از این کشورهای اطرافمون موشک میزد که یهو این آمریکا با تحریم‌های ظالمانش اومد پا گذاشت رو خرخره حکومت که پدر صاحب بچه ولایت فقیه رو در بیاره. نظام که کاری نکرده بود، فقط پول مردم فقیر مملکتمون رو خرج 4 تا از این گروهک‌های تروریستی منطقه میکرد و جیب 4 تا تروریست ساکن اروپا رو پر میکرد که یه دفعه اون شیطان بزرگ زد زیر کاسه کوزه هرچی توافقه و با تحریم‌های دردناکش درز عبای مقام عظمای ولایت رو داره پاره پوره میکنه. خلاصه سرتون رو درد نیارم، از نظر سلبریتی های نون به نرخ روزخور حکومت آخوندی یه نظام مقدس و پاک دست و صلح طلبه که کاری به کار کسی نداره، اما متاسفانه استکبار جهانی هی داره بهش ستم میکنه و الکی تحت فشارش میذاره. اما خب جا داره از همین تریبون به اون دسته سلبریتی های خودفروخته نون به نرخ روزخور سرنوشت لنی ریفنشتال رو یادآوری کنیم، همون سینماگری که برای هیتلر تبلیغ میکرد و بعد از سقوط فاشیسم مردم حقش رو کف دستش گذاشتن. حالا هی صبح پاشین برین جلوی آینه و به خودتون بگین نون رو باید به نرخ روز خورد.